اومدید به یه پارت دیگه بازی ماینکرافت. بچه‌ها امروز ما میخوایم بیایم که وارد یه مپ دیگه البته بریم که بچه‌ها میخوام اسم شیدرم بهتون بگم. بیاین بچه بیتم درست بچه این اسم شیدرمه رو ورژن یکی به پایین، یکی تا 5 به پایین به بعد کار میکنه. روی یکیش کار میکنه، روی 15 تا 1.20 ولی سایه نمیندازه. گفتن که از تو سال پرسید این اسمش بچه ما آنش کنیم، اسنپ هم میذاریم. ولی اینه اونه کی؟ بریم دیگه. آره بچه اومد ما اول سایت چوب کار بکنیم. بچه من 6 تا چوب کردم. بچه این مپ سروایور و سولو میریم زیاد این پارت اول. بچه اون فقط برای این بود که ببینم خوب ویو میخوره یا نه، که دیدم خدا رو شکر خوب ویو میخوره. دمتون گرم. دارم میدم توی خود نگاه. خب اینا از این بخونم ما سریع سنگ بکنم. بچه من سپی سنگ میکنم واسه چونزامو درست کنم بریم. بچه من 60 سنگ بندم. این سنگی رو چه برسونیم. خب نیازی به پیکسه داریم. یه دونه شمشیری آماده. درامانی بچه درست کردم. چی دیگه الان باید لازم میکنیم بریم دنبال ماجراش. قلمبر میزنی؟ ببخشید دکتر بهرام. بچه داشتم بزنم مواب کشتم دیدم دوباره روی میده کردیم. دیگه نهایت خرشانسیه ها. این آزم خدا شکره خدا را شکر کنید بهتون بهترین چیزا رو میجیدن دارم. بچه دوتا گوستم پیدا کردم ولی خب به ما نمیرسید که یه دونه بیمه چه اونجاست گوشتمونه بچه.
خب چه شب این شیره فوق‌العاده است که شب شده. یه ثانیه شو بهتون نشون بدم ببینید. خیلی ترتمیزه. یه چیزای دقت کنید، یه نورای اینو چیزا هم زده، خیلی خفنه. وارد فیلمشو بگیرم یه کوسه فرد بچه ها یه ذره ما توی کشتی بزنیم بپزن، بعدش هم را بیافتیم و بریم ببینیم چه خبره. بچه ها من صفحه خاموش شد، ویدیو قطع شد، اینو باید بندازم رو اون ویدیو که مشکلی نداره. بچه ها حتما من حمایت کنید، سایب کن، چنل رو لایک کن، یه ویدیو خفن تر براتون بزنم. اوکی گوسفند با اون بازی نکن. اوکی بچه ها به نظرم اینجا برای مستقل شده ما هم احتیاج داریم. چرا که نه که اصلا این درخت هم چه کنیم چرا میشه زیرتون ما خلاق باشید به قول منجره اگه میخواید موفق باشید. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. منم نیستی ببخشینو. خب یه ذره غذا بخوریم و ویدیو رو پایان برسیم. بچه ها رسیدیم پایان ویدیو. برای حمایتم حتما چنلم رو ساب کن، ویدیو رو لایک کن و کانال علی مارس حمایت کن. دمت گرم. تو کامنت ها بنویس سوارت وزیر بساز و بذار تا یه ویدیو دیگه. بدرود.